بس سلامتی من سلامتی من زندگی وزمی شود ضرر میرسونه همه کیسه خالی شید کو با یا سرم درد منه یا یگان جای دیگه هم اگر چیزی بپل بخرم کو یگان چه ضررم نمینه بپل باشه فهمیدی؟ هیچ چیز ضرر نمیرسونه یگان چیز ضرر نمیرسونه همین باید هوای ساعت باشه وقتی خیلی تن سیاد باشه بس صد با شکر یگان وای ندارم شکایت ندارم از سلامتیمو خیلی با فکر شخصی من که غذاهایی که برای حدود زیر میده چیزهای بریون چیزهای سخت خمیری خوردن در کار نیست که چون که هر یک شخصیت همین چیزها ضررآور است اساساً کمبودی زندگی بکاری همین کار که نباشه اگجامش از سلامتی و اگجامش از زندگی این در нервную систему میزنه این چیه Ну, здоровью, наверное, больше вредит сидячий образ жизни, сидячая работа и малоподвижность, наверное. این از جهت روحانی با سلامتی ضرر میرسونه